بعدا خدمت شما هستیم با پخش مستقیم دیدار دو تیم داماش گیلان و نیرو زمینی تهران در ورزشگاه غدیر تهران هستیم. گزارش بازی هم از همین لحظه آغاز میشه. رمضانی یه پاس به جلو پشت مدافعین تیم داماش گیلان، یه نفوذ انجام شده، ضربه بی هدف از کنار دروازه داماش گیلان به بیرون رفت. سنگرنی‌های نفوذ، یه بازیکن از داماش جا گذاشته داخل محوطه، تو سر توپ زده، این ارسال، ضربه سر از رمضانی. توپ جمع شد توسط داماش، یه پاس به جلو علی آلکثیر، یه فرار پشت مدافعین در سمت چپ، علی آلکثیر توپو نگه داشته، یه بازیکنم خیلی خوب برمی‌داره، تعادلش هم به هم خورد و بدون اعتراض برمیگرده. توپ خیلی سریع میاد به زمین تیم داماش. جابر نصیری، آرمین زیر توپ، ببینیم علی آلکثیر در این صحنه چه خواهد کرد. توپو گرفته لحظه علی آلکثیر، دومی هم یه جورایی از جلو برداشت و خطا بود دیگه، واقعا خطا نگرفتن این صحنه خیلی عجیبه. سعید طالبی پشت محوطه جریمه، جابر نصیری، یه پاس به جلو، علی آلکثیر در حالت آفساید، گل رو زد اما آفساید او اعلام میشه. 45 دقیقه اول در همین لحظه به پایان میرسه. داماش گیلان و نیرو زمینی تهران بدون گل مساوی به رختکن خواهند رفت. پنجاه و چهارمین دقیقه از بازی، ضربه حمدالله ابراهیم، یه تیکه روی دروازه خطرناک از کنار دروازه بیرون رفت و میرفت کار دست داماش بده. 59 دقیقه علی آلکثیر، علی آلکثیر با دستت خطای مارو چرا گرفت. تصمیم بس برانگیزه داور تو با دست زد قشنگ فرشید لک، اما آفساید علی آلکثیر اعلام میشه. فرشید لک سریع توپو میاره به سمت چپ، عارف رستمی یه لحظه رها کرد، آرمین منفردوز یه فرار، علی آلکثیر ببینه عباس کندن رو، علی آلکثیر یه پاس به جلو، زیایی تو پا دور کرد، یه موقعیت جابر نصیری، موقعیت خیلی خوبی بود که زیایی خوب از دروازه خارج شد، سریع هم خودش روی زمین انداخت. پشت محوطه جریمه جواد رمضانی بدون خطا توپشو گرفتن، حالا علی آلکثیر یه فرار، دو بازیکن او رو احاطه کرده، علی آلکثیر چه فراری قشنگ جا گذاشت، فتحی نکن، علی آلکثیر وای ننشسته درمش روی پا، تو گل نشد متاسفانه. علی آلکثیر چه استارتی زد، کند مثلا زمینو، باریکلا علی آلکثیر. داماش نیمه دوم خیلی بهتر بازی کرد. خود آرمین یه بازیکن خیلی خوب برداشت، دو نفر محو میکنه، علی آلکثیری ضربه رو پا، ببینید موقعیت رو، سیاهی توپو میگیره در دو مرحله، ضربه رو پای علی آلکثیر. هنوز داماش موفق به گلزنی نشده، نیمه دوم خیلی خوب داره بازی میکنه، اصلا برده نیرو زمین رو تو لاک دفاعی، رفتن که پرس کنن، کنان نگه میداره، جاسم باید سریع، وای چه کاری کرد جاسم بهایی پور، باید سریع داماش بیا داخل محوطه جریمه. این ضربه خدا رو شکر پور امینیان بد زد ضربه. حمدالله ابدام پاس به جلو، جواد رمضانی بین یک فعل انفعال صاحب توپ شده، این ارسال داخل محوطه جریمه، رستمی پاس به عقب جایی که امینیان هست، ضربه محکم او نفس‌ها رو داخل سینه حبس میکنه. محمد مختاری باز هم توپ بیرون میره، این هم توپ پایان 90 دقیقه تلاش، تساوی 0-0 دو تیم در ورزشگاه غدیر تهران.